خب اول یه سلامی بکنیم خدمت عزیزان که با این شور و شوق آمدن پای درس حافظ. این امتیاز شماست که این علاقه رو دارین که اینقدر به فرهنگ خودتون، به ادبیات خودتون، به اون عالم باطن و معنویت خودتون هم ایمان دارین و هم اشتیاق دارین به این که در اون عوالم سیری بکنین. بنابراین اون که گفت حافظ سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده بر روشنایی، اون مردم دیده بر روشنایی انشالله همه ما باشیم که چشممون به روشنایی افتاده. انی آنست و نارن، از دور آتشی دیدیم، نوری دیدیم و انشالله که بریم اونجا و یه درختی به ما بگه از درختان عالم که انی انا الله و ما خیالم راحت بشیم، چون دل ما همینطور میتپه که این کجاست، این تو کجایی تا شبم من چاکرم، تو خدای گوهر یک دانه کجایی آخر که از غمت دیده مردم همه دریا باشه. یا به قول مولانا گفت که بکشید یار گوشم، گاهی اوقات از پشت گوش آدم میکشه ولی غیب میشه، میفهمیم که اون بوده. همه ما اینو حس میکنیم. بکشید یار گوشم که تو امشبان مایی، سنما ولی کن تو نشان بده کجایی. چون رها کنی بهانه بدهی نشان خانه، به سر و دو دیده آیم که تو جان مایی. امشب بسم الله ما یه غزلی است از دیوان حافظ، چون واقعا بسم الله سریان داره در دیوان حافظ، اینطور نیست که اولش بسم الله نوشته باشن. حقیقت معنی بسم الله شاید در اون سخنرانی هم اشاره کردیم، این است که ما نباشیم، ما مست و بیخیشتن باشیم و او باشه، اسم خودمون رو خط بزنیم. هیچ مستی به این درجه نیست که انسان اسم خودش رو فراموش بکنه و بسم الله اون جام شرابی است که نظامی جام وصلان گه کنی نوش که بر یادش کنی خود را فراموش. حقیقت بسم الله این، حقیقت بسم الله همون دیر مغانه که در خرابات مغان نور خدا میبینن. یه شبی خواب دیدم، حالا این غزلی که آمدم بخونم یادم افتاد. یه شبی خواب دیدم که در یک پشت بامی که در این حال یه صحرای عظیمی هست، سبز و خرم، پرندگانی پرواز میکنن. پرندگان خیلی عجیب، بدنشون طاووس و خیلی از طاووس زیباتر. ما چاره‌ای نداریم بگیم طاووس، برای اینکه چیزی که اینجا یه قدری آب و رنگی داره اسمش طاووسه، ولی خیلی بالاتر از طاووس بود. و چهره ها مثل قرص قمر و حوریان و پریان و اینها هم تو با هم صحبت میکردن با چه صدای لطیفی و از این شاخ و اون شاخ پرواز میکردن و ما نمی‌دونستم اینا کی هستن. بعد فهمیدم که اینا غزلیات حافظن که مجسم شدن به این صورت. بعد پیش خودم گفتم که این همه دارن میرن، ما یه دونه از اینا، چون اینقدر زیاد بودن که از این طرف از اون طرف پرواز میکردن، گفتم من خوب یکی از اینا رو بگیرم بر خودم و مصاحبتش داشته باشم. دست انداختم به یکی از این پرنده ها و بالش رو گرفتم و در کنار من ایستاد، واقعا هیچ مقاومتی نکرد. بعد پرنده های دیگر که پرواز کرده بودن و دورتر شده بودن و درختان نشسته بودن اعتراض کردن که چرا او رو گرفتی، رها کن، همجنس ما رو آزار نده، اسیرش نکن. بعد خود اون پرنده به زبان آمد و گفت نه، من خودم خواستم که پیش ایشون بمونم و اجباری نیست و اسارتی در کار نیست. و در این لحظه یه صدایی در آسمان گفت که این هدیه حافظ به شماست. و من نمیدونم، در خواب ناگهان به ذهنم رسید که گفتم من عادت دارم، در صورتی که اولین بار بود اصلا هم چیزی من میدیدم، گفتم من عادت دارم که هر وقت حافظ چیزی به من هدیه بکنه اینو هدیه کنم به مردم. بنابراین این پرنده ها حافظ هستن. این در خرابات مغان نور خدا میبینم، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد. این همون شعر حافظه که شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. نسرین و گل که خودشون زینت باغ هستن با اشعار حافظ زینت می شدن و این حوریان و پریان در این باغ
پیش از خلقت آدم گفتش که ما شرابی خوردیم و مست شدیم من قبل ان یخلق الکرم، قبل از اینکه اصلا تاک باشه و قبل از اینکه آدم باشه و قبل از اینکه خداوند اصلا خلقتی کرده باشه. ما پیش از آفرینش جهان بودیم که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ولی فیه نشوتون، شیخ فارض مصری گفت که من یک مستی دارم که پیش از این عوالم و پیش از این خاطراتی که در عالم آفرینش هست بوده. بنابراین ما هممون مستمع حافظ هستیم. من مقامی ندارم، شأنی ندارم، منم مثل شما نشستیم. منتها حالا تصادفاً گفتن که شما توضیح بدین یا شما بگین یا شما این غزل رو بخونین. در خرابات مغان نور خدا میبینم. چرا در خرابات مغان نور خدا آدم میبینه؟ برای اینکه وقتی که خراب شد، خورشید که در به تاب میتابه، به ما که نمیتابه. وقتی که این سقف انیت ما و این تاق و رواق خودپرستی خراب شد، اینجا رو میگن خرابات. خرابات مقصود این خراباتی شدن از خود رهایی است. خودی کفر است و خود پارسایی. نشانم داده اند در خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. اضافات نه مقصود چیزای اضافیه، مقصود هر چیزی رو که به هر چیزی نسبت میدین این توحید نیست. هر وقت همه نسبت ها رو حذف کردین، نگفتین این به ما حقوق میده، اون به ما نمیدونم چه میده، این نمیدونم پدر منه، اون نمیدونم از این درخت من روزی خوردم، این اخم کرد، این محبت کرد، همه این نسبت ها رو همه رو حذف کردین، فقط این یکی رو ملاک قرار دادین، اون میشه خرابات. نشانم دادند در خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. گفت که غرق نورم، از زبان حضرت مولا امیرالمومنین مولانا نقل میکنه که غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. درسته که هستم بوترابه ولی باغم من. و غرق نورم گرچه سقفم شد خراب. وقتی که اون سقف خراب میشه، اون خورشید حقیقت بر وجود انسان میتابه. به خرابه ها بتابم، به مثل چو آفتابم، به خرابه ها بتابم، بگریزم از عمارت، سخن خراب گویم. اما خرابات مغان اونجاست و تو ببین که این چه نوری رو من در کجا دارم میبینم. ببین عجبتر که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج. ملک الحاج آدمه بوده که خب البته کارش حمله دار بوده و بعدن هم گاهی اوقات که غرورایی هم پیدا میشه در بعضی ها که بله ما مثلا چندین بار رفتیم مکه و آمدیم. اینا در پاسخ این چنین خیالات باطلی، اولا این نکته رو من عرض کنم که وقتی میگه من حافظ، معنیش من نیست، معنی شماست. ممکنه هزار معنی دیگه داشته باشه. مگه هر نویسنده‌ای که در دنیا میگه من، منظورش خودشه؟ مگه چارلز دیکنز که اول خیلی از داستاناشو با فرد اول شروع کرده، من در زمان قدیم طوری بودن، اسمم فیلیپ بود، اصلا داستانو خلق کرده به خودش گذاشته، از زبان خودش نقل میکنه. در دیوان حافظ دنبال این نباشید که اگر گفته من یا حافظ مقصودش خودشه. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. بنابراین جلوه بر من مفروش، شما میتونید همه حرف رو بزنید. ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم، من خدای خانه رو میبینم و ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبرن. جلوی دیوار رو میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را میپرستیم. نمیبینه که این تو را مخاطبی نداره. اما اون کسی که در نمازش متحافظ خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اون نمازش نماز دیداریه، نماز گفتاری نیست. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل اشک روان، ناله شب آه سحر،
این همه از اثر لطف شما میبینم. این لطف خداست که ما رو شب زنده دار بکنه. سرخیل سپاه اشکریزان در صفت مجنون، نظامی میگه که سلطان سریر صبحخیزان، پادشاه صبحخیزان بوده مجنون. عاشق اون کسی که صبحخیزه. سرخیل سپاه اشکریزان، متواری راه دلنوازی، زنجیری کوی عشقبازی، بیاع معاملان فریاد، قانون مغنیان بغداد. قانون مغنیان بغداد 24 ساعت مغنیای بغداد دم دجله میشستن میزدن. عاشق باید مثل قانون مغنیان بغداد باشه، دائما باید که دنبال معشوقش باشه و برای اون سرود بخونه و حرف بزنه و هیچ کار دیگه غیر از اون نباید بکنه. رهبان کلیسیای افسوس باید باشه. مجنون غریب دل شکسته، دریای ز جوش نانشسته. اینا همه از اثر لطف شماست که هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. هر لحظه جلوه تازه میکنه، غزل تازه تولید میشه. اگر میبینین غزل حافظ با سعدی فرق میکنه، به خاطر اینکه جلوه‌ای که بر اون کردن و اشوه‌ای که بر اون اومدن فرق میکنه. هر کسی محصول دریافت تجلیات خودش رو میتونه به شعر بگه و هنر این است که انسان یه تجلی براش بشه. اگه تجلی نشه هنر نیست. اگر کشف یه حقیقتی بر دل انسان نشه، چی میخواد بگه؟ هم که مثل مایی دیگه، تو که همین زمین آسمانی میبینی، ما میبینیم خورشید و اینا رو ما میبینیم، ما میبینیم. تو چی فهمیدی که ما نفهمیدیم که میخوای بر ما بگی؟ اونو بگو. این هنر کشف حجاب از یه حقیقت شگرفی است که شما فهمیدین. قبل از شما کسی این دریافت نداشته از حقیقت، بعد از شما هم کسی نخواهد داشت. این مال شماست، این مال حافظه. و همجد اگر دقیقا همون موضوع هم باشه، هر سالها دل طلب جام جم از ما میکرد که حافظ میگه سالها، حافظ میگه که سعدی همین حرف قبلا زده بود که ما یار در خانه و سالها از پی مقصود به جان گردیدیم. یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. یه جلوه خاصی بر او کرده، یه سادگی در اون جلوه بوده که شفافیت و فصاحت شعر سعدی رو اقتضا میکنه. اما یه ارشوهی و کرشمهی کسان کرشمه هم نبیند همین که من نگرم. به هر نظر بت ما جلوه میکند، لیکن کسان کرشمه نبیند همین که من نگرم. اگه میبینید حافظ یک کرشمه هایی داره و لطائفی در سخنش هست که هیچ جا سابقه نداره، برای اینکه اون کرشمه ها سابقه نداشته، دلبری خاصی از حافظ کردن. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. با که گویم که در این پرده چه ها میبینم؟ دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید. اگر میبینید که حافظ نگاه میکنه در عالم و همه زیبایی ها و همه لطائف رو درش عمیقاً مینگره و حظ میکنه، فکر باطل نکنید. چرا؟ برای اینکه من او را ز محبان خدا میبینم. چون محب خدا در هر چی که نظر میکنه اون وجه الله رو میبینه. وجه الله در تمام ذرات عالم هست. ز هر آینه‌ای بنمود رویی، به هر جا خواست از وی گفتگویی. از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. همه صبوحیان صبوحگویان شدند از بی خودی صبوح جویان. گفت شیخ شبستر که به زیر پرده هر ذره پنهان جمال جانفزای روی جانان. حالا که اینطوریه، پس اون کسی بهش میگن نظرباز که داره خدا رو میبینه. گفت ابو سعید که 30 ساله، یا یکی دیگه از عرفا، که 30 ساله که من نه با غیر خدا صحبت کردم، نه با غیر خدا معامله کردم، حرف زدم. گفتن آقا تو که دائما مثلا میری اینور عطار بقال اینا، اونا متوجه نیستن که عطار بقالی نیست دیگه، اون محب خدا و در هر چی که نظر میکنه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. چون در هر چی نظر کردم رخ تو رو دیدم، از این جهت هم نرنجیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. چرا؟ برای اینکه جفا از طرف او داره میاد. کسی کاری نیست که بتونه به کسی جفا بکنه.
چون از طرف او داره میبینه، ما از دست دوست میگیریم و شکر میشود. گفتش اگر از دست غیر بگیری زهر ماره. اگر از سعدی میگه که دیگران را تلخ میآید شراب جور عشق. حالا یه دی میگن آقا اگه این شراب عرفانیه چه تلخه؟ شراب عرفانی هم تلخه، در یه مرتبه تلخه، در یه مرتبه شیرین. وقتی اون مستیش میاد اون تلخه میره، اونم تلخه. حالا میگن شراب تلخ میخوام که حافظ گفته، این که دیگه معلومه که شراب تلخ همین شراب انگوریه یا باده مثلا خوشخوار سبک. نمیدونن که این از باب صنعت مراعات و نظیر، وقتی که یه چیزی رو تشبیه میکنن همه مراتب اون تشبیه رو سعی میکنن که اونجا نشون بدن. اگر میگن این شراب دیگه است، تاکش هم یه تاک دیگه است، انگورش هم یه انگور دیگه است. ای رفیقان مستی ما از شراب دیگر است، تاک ما عشق است و در انگورش آب دیگر است. باده‌ای هوشیار سازد، قصه‌ای هوشیار سازد، قصه‌ای خواب آورد، در خرد هر داستانی را حسابی دیگر. بنابراین سعدی میگه که دیگران را تلخ میآید شراب جور عشق. وقتی جوری بهش میکنن تلخ، چرا؟ بلکه از دست او داره میبینه. ما از دست دوست میگیریم و شکر میشود. بنابراین اون کسی که محب خداست اولا محبوب خداست، چون محبی، شأن محبی اقتضای محبوبی میکنه. یه رابطه ای هست. اگر شما طالب شدین، یه چیزی از مطلوب تا نیاد که شما طالب نمیشین. بنابراین طالب و مطلوب یکیه در واقع. به محض اینکه طالب شدی به مطلوب رسیدی. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده. حالا بعضی فکر میکنن که جوینده یعنی جوینده بالاخره میگرده پیدا میکنه، این درست البته، ولی حافظ مولانا میخواد بگه جوینده همون یابنده است. جوینده مخصوص با یابنده. همه با ماست. چه با ما؟ میگه که با ما چیه؟ که خود ماییم سر تا پا. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده. بنابراین اگه طالب شدی مطلوب میشی، اگر تعظیم کردی عظیم میشی. بین تعظیم کردن و عظمت رابطه است. بزرگترین انسان ها کسانی بودن که تعظیم کردن به حق. وقتی دادن میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، این کمپلیمان نیست به ما. بعضی میگن آقا چرا مختارون بریم پایین؟ این مایه عظمت ماست، برای اینکه تا اون عظیم نیاد که این تعظیم رخ نمیده. اگه نماز حقیقی باشه اول یه عظمتی ادراک میشه و اون عظمت در وجود ما متجلی میشه، بعد اون وقت ما تعظیم میکنیم. عابد همون معبوده. هر کس عابد شد، العبودیت و جوهرتون کنهور ربوبیت. عبادت یه گوهریست، یه جوهریست که اگر به عمقش نگاه بکنید ببینید که این عبودیت نیست، ربوبیت، پادشاهی، بندگی نیست. به ولایت تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. پادشاهی دو عالم رو من عوض نمی کنم با بندگی تو. چرا؟ برای اینکه این بندگی، این عابدی با اون معبودی یکی میشه. بنابراین هر که عاشق شد معشوق هم میشه. هر کی در دنیا دیدین همه دوستش دارن، بدونین که همه رو دوست داشته. اگه میبینین سعدی رو همه دوست دارن، برای اینکه همه رو دوست داشته. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر حافظ میبینید که همه دوستش دارن، برای اینکه محب بوده، چون عاشق بوده. و منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. نادرن افرادی در عالم که بگن ما هیچ چیز بدی در عالم ندیدیم. چرا؟ برای اینکه همه تجلیات حسن او بود. اگر قهر بود خوب بود، گر به قهر راییم آن زندان اوست، گر به مهر راییم آن ایوان اوست. ما کی من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. بنابراین اگر حافظ گفت که من از محبان او هستم، همین محبی معلوم میشه که محبوبم هست. چون محبوب او هست، محبوب همه هم هست. چون او دستور میده که همه این دوست داشته باشن. در دل انسان ها میذاره و در دل کائنات میذاره که این عاشق منه، این عاشق منه. علمی به دست مستی 2000 مست با وی. مولانا تو شعر شروع کرده بوده که علمی به دست مستی 2000 مست با وی، به کنار شهر گردان، به میان شهر گردان، که خمار شهریار است. خیلی قیمت داره که آدم تو شهر بگرده بگه من خمارم، من عاشق اون شهریارم.
و هر کسی که عاشق اون شهریار باشه مردم دوستش دارن بی اختیار. حالا بعضی میپرسن آقا این حافظ این علت محبوبیتش که مردم هم دوست دارن چیه؟ یه دی میرن تو الفاظش مثلا میگن این چون کمپوزیسیون کلماتش خیلی موزیکاله، مثلا اجاهاش مثلا CVC ازای کانستنت واول کانسونانت، بعد میگن که نمیدونم ترکیباتش به این کیفیته به اون کیفیته، وزنش اینجوریه تلطیف شده. اینا نیست، اینا جز عوارض اون حالته. اصلش خودش گفته از خودش. چه نمیپرسن که تو چرا محبوب شدی؟ دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. وقتی که مهر قبول حضرت حق خورد به سخن انسان مورد قبول واقع میشه، اون وقت همه دوست دارن. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی داره. گفتیم که حافظ هم حافظ قرآنه، حالا امشب به خصوص راجع به حافظ قرآن بودنش خیلی اشاره بکنیم، اما باز من فهرستوار بگم که هم حافظ قرآنه به معانی گوناگون، هم حافظ عهد الهی بوده در زمان خودش، حافظ عارف وقت خود و حافظ عهد خویشم. من عهدم به دو معنا، یکی با اون قراردادی که بستم من حافظ اون قرار دادم. تقوا یعنی نگاهبانی و نگهداری از این عهدنامه که این قرارداد ماست با حضرت دوست. حافظ اینم بوده، حافظ عهد عشق بوده، حافظ خلافت الهی بوده که خلیفت الله رو مردم نگن آقا این که کو خلیفت الله نادره. البته چراغ باید دستشون بگیرن. گفتش که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر. گفتن آقا، گفت دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال آدمی زاد. گفت آقا اینا همه آدمی زادن. گفت وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مرد چنینم کو بکن. زنی وارد مجلسی شد حجاب نداشت. اون شیخ آمد در حضور شیخ میخواد که پندی بده. گفتش که چرا حجابت رو نمیگیری؟ اینجا مگه نمیبینی مرد هست؟ گفت کو مرد؟ یه مرد من نشون بدی من حجاب بگیر. میخواست بگه که اینها مرد نیستن. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مرد چنینم کو بکو. این اون مرد چنین بود. حافظ در روزگار خودش عارف وقت بود که اگر کسی شک بکنه که آیا هست یا نیست، یه نفر بالاخره باید جواب بده که بله هست. و حافظ بود به معنای اینکه شعر میخوند با آواز، در آن مقام که حافظ برآورد آواز. غزل سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد، در آن مقام که حافظ برآورد آواز. اونجا که حافظ آواز بخونه ناهید چنگی اونجا دکانش تعطیل میشه. چرا؟ برای اینکه این آواز فرشتگان و آواز برتر از ستارگان رو داره میخونه، ورای ستارگان داره آواز میخونه. و اینم یه شغل بوده که حافظ داشته. صداش خیلی خوب بوده، موسیقی هم خیلی خوب بلد بوده و با صدای خوش اشعار خودش و اشعار دیگران رو هم میخونده. و امیرخسرو دهلوی هم خیلی علاقه داشته. امیرخسرو دهلوی هم شغلش همین بوده، یه چنگ رو برداشته بوده، میرفته اطراف شهر به شهر میگشته، مردم رو جمع میکرده، هم براشون آواز میخونده، هم شعر میخونده، هم چنگ میزده. همینا رو دعوت به محبت و مهربانی و لطف و اینکه با هم جنگ نکنن و تنازع نکنن و فرق مختلف گوناگون. میدونید در هندوستان 2000 تا فرقه است و اینها رو به هم صلح و مودت بینشون ایجاد میکرده که کاری بهتر از این پیوند و این صله نیست. چرا؟ برای اینکه پیوند باعث کم شدن کثرت میشه و ما اگر بخوایم به عالم وحدت برسیم هر چی کثرت کم بشه بهتر. تعالوا الی کلمت سوا، اگر ما بیایم اون کلمه‌ای که بین همه ما اشتراک داره سر اون با هم ببینیم چقدر محبت بده می‌کنیم. الان کلمه حافظ، هم شما حافظ دوست دارین، هم من حافظ دوست دارم، هممون حافظ دوست داریم، بنابراین سر کلمه سوا با هم چی میشیم؟ همه با هم وحدت پیدا می‌کنیم، همه با هم دوست میشیم، یکی میشیم. در قرآن دعوت می‌کنه همه اهل کتاب رو که شما بیایید ما صلح بکنیم با هم دیگه. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. و اون چیه؟ با اون است که ما خدا رو بپرستیم، بندگی خدا رو بکنیم. این همتون قبول دارین که در فطرتتون هست. بنابراین حافظ اشعار بزرگان بوده و اینا رو از حفظ میخونده، به هم جهت به مطربان و خنیاگران حافظ میگفتن و اینکه حافظ اشعار بودن و اشعار از حفظ میخوندن، ضمن موسیقی هم
یا با آواز یا اینکه چنگی نوازندگی هم کنارش میکردن مثل امیر خسرو دهلوی. و دیگر اینکه گفتیم حافظ همه لطائف پیشینیان بوده و هر چه که در میراث فرهنگی و ادبی ما بوده در حافظ تلطیف شده و شفافتر شده و همه رو عرضه کرده. و گفتیم در هر چیزی متمرکزتر، کنسانتره، به قول بعضی گفتن که عرق دو آتیشه دابل دستیل براندی، در انگلیسی که صحبت میکردیم گفتن حافظ چی؟ گفتن حافظ دابل دستیل براندی، یعنی عرق دو آتیشه، یعنی اون شرابی است که اگه بخوری دیگه هوش از سرت میپره. ساقی آتش پرست و آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان، چون کشیدم نه عقل ماند نه هوش، هم سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. یعنی این کفرمون سوخت، ایمانی که خیال میکردیم داریم اونم سوخت، اونم سوخت تا فهمیدیم یواش یواش که باید مسلمان بشیم. چون اول مسلمانی این است که ما خویشتن را پیش واحد سوختن. توحید نیست که بگن اشهد ان لا اله الا الله، توحیده؟ هر کسی میتونه این بگه. توحید یه انقلاب درونیه که چیست توحید خدا؟ افروختن، خویشتن را پیش واحد سوختن. و همچنین حافظ سنت‌های ادبی غیر از لطائف معنوی و عرفانی، حافظ سنت‌های ادبی فرهنگ ما بوده که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث می‌کنیم. اول بیایم این حافظ قرآن بوده یعنی چی؟ قرآن در ادبیات فارسی به گونه‌های مختلفی تجلی کرده. بعضی تا صحبت قرآن در ادب فارسی میشه فوراً میگردن میگن چند تا آیه در کجاهای شعرها اومده اینا رو جمع میکنن، مثلا میگن قرآن در دیوان حافظ، قرآن در دیوان سعدی، قرآن در دیوان مولانا، مثلا کل شیء هالک الا وجهه. بعد از شبت که بار دیگر بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. این پس یه آیه. بعد یه جای دیگه میگن مثلا فرض کن بخوان ز آخر وقتین صیحةً فاذا، تو هم به بانگی آگه شوی ز خواب غرور. پس اینجا صیحةً فاذا آخر سوره یاسینه و اینم یه آیه. بیشتر روی این تکیه میکنن. در حافظن یعنی بله حافظ خیلی این که گفته ز حافظان جهان کس چو بند جمع نکرد مواعظ حکمی با نصوص قرآنی، مثلا میگن که بله گفته که لمع البرق من الطور و آنست بهی فلعلی لک آت بشهاب قبسی، یعنی برق از طور درخشید و من آتشی دیدم مثل موسی و این آیه رو اینجا تضمین کرده آورده. یا فرض کنید که ساقی به بی‌نیازی یزدان که می بیار تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی. یا فرض کنید شب هجر است و شب وصل است و طی شد نوبت هجر، سلام هی حتی مبدأ الفجر. شب وصل اون شبی است که اگر انسان یه شب به وصال برسه، یه شب به اون دیدار برسه، اون وقت فرشته برش نازل میشه، تنزل الملائکه و الروح. اون شب قدره. شب قدر اون شبی است که انسان به اون قدر و مرتبه خلافت انسانی خودش میرسه و اون شب هست که فرشتگان نازل میشن، شعر میارن، موسیقی میارن، هرچند که لطائف میارن. تمام یافته های بشر محصول شب قدر اون انسان بوده. یا معراج تعبیر میکنن. هر کسی که میره معراج مثل پیغمبر اکرم که از معراج چیزایی آوردن، گفتن چی آوردی؟ حضرت یه چیزای معنوی اشاره کردن. گفتن کاش که بعد از اعراب گفتن کاش که چند تا دل خرما آورده بودی که لااقل ما میخوردیم اینا. و این کلید رحمت آورده. کلید رحمت المعمول کجاست؟ با درش کجاست؟ گفتن شما چی آوردین؟ گفتن من کلید گنج رحمت آوردم که درو باز بکنم و اینا نمیدونستن که اون چه حلواییه و چه خرماییه. منتها دنبال همون خرما بودن که خرماست که کودکان به چنگ آرند، قوت خرد ادیب خرما نیست، حلواست که شهد بخش هر کامی است، شیرین سخنان طوطی ما نیست. بنابراین اگر نظامی چیزی آورده اون شب بهش دادن. در یه شبی، اون شبی که حافظ رفته و اون شب قدر که این تازه براتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. در اون شب این لطائف این سخن رو بهش گفتن در قلبش. بعد به تدریج هر دفعه یه جلوه تازه به صورت یه غزلی آمده. آنچنان که قرآن هم در شب قدر بر پیغمبر نازل شد. انا انزلناه فی لیلة القدر. فرشته و روح القدس و روح الامین بر همه نازل میشه. اگر ما شرایطش رو احراز بکنیم،
همیشه او هست که نازل بشه. روح القدس گفتش که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکنند. بنابراین یک تجلی قرآن در دیوان حافظ همین گونه آیاته که میبینیم که اشاره میکنه به عین یک آیه یا یک عبارتی از قرآن و اون عبارت رو میاره. در نیل غم فتاد و سپهرش به طنز گفت الان قد ندمت و ما تنفع ندم. گفتش که حالا الان و قد عصیت من قبل، اشاره به اون آیه است. یا بلبل به شاخ سر به گلبانگ پهلوی میداد دوش دست مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. این یه شیوه دیگه است. یکی این است که آیات قرآنی رو میاره، این که تلمیح میکنه. تلمیح از لمحه میاد، یعنی یک درخشش، یه برق، یه اشاره. معنی اشاره هم هست، لمحات و معنی اشارات هم هست. یعنی شما فقط با یک کلمه اشاره میکنید. گاهی اوقات حافظ در یه بیت یک آیه‌ای رو تفسیر میکنه و یه داستانی رو از قرآن در واقع تفسیر میکنه که حالا این هم یک کیفیت است که من راجعش صحبت میکنم. ولی قبل از اون گاهی اوقات هست که به عربی نیست ولی به فارسی هست همون مطلب به فارسی هست. مثلا فرض کنید که گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. یعنی اوفو به عهدی اوفو به عهدی کن. و اونجا که گفت برگردشند در گردشند، ماه و خورشید رو داره میگه، در گردشند بر حسب اختیار دوست، یعنی اینها بر اساس اختیار او دارن حرکت میکنن. گاهی میبینیم که مثلا فرض کنید اون آیه ولا تزر وازرتون وزر اخرى میگه که من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. علیکم انفسکم در یه مرتبه این است که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر همه گمراه شدن و شما هدایت شدین ضرری به شما نمیرسه که بگین حالا اونا که گمراه شدن ضررشون به شما نخواهد رسید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. اینا گاهی به صورت ترجمه است، ولی بیشتر از همه به صورت تلمیحات و اشارات که اروپایی ها allusion تعبیر میکنن یا insinuation که یه اشاره خیلی ملایم میکنه و میگذره. ولی اون کسی که باید لطیفه رو آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. اونا که اهل اشارتن میفهمن که بله حافظ مثلا در یه بیت داستان شیخ صنعان رو خلاصه میکنه. یه بقیش خودتون بفهمید دیگه که گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یا فرض کنید معراج پیغمبر رو که این همه دربارش نظامی قلم فرسایی کرده و واقعا سخن رو به آسمان رسونده، بخونید معراج های نظامی رو ببینید که چه مرتبه ای از انسانیت رو اونجا ارائه میده و شوق پرواز در دل آدم پیدا میشه. اینقدر قشنگ توصیف میکنه که فکر میکنه آدم ای کاش من کنار این بودم و پرواز میکردم. و بعد خبر میده که میتونی این کارم بکنی. اون پشت دلدل یه جا داره که شما سوارشین و با اون رف پرواز کنید بریم به آسمان. اونجا تمام اون ابیات زیبا که واقعا هوش از سر آدم میپره، نظامی حافظ میگه که مست بگذشتی از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخواست. تو مست بودی و بی خویشتن پرواز کردی همه عوالم هستی رو و جریده بر جریده نقش میخواند، گریوه بر گریوه رخش میراند، قدم به قدم همه تومار عالم هستی رو طی کرد. اون گفتش که مست تو اومدی از اونجا گذشتی و آشوبی شد. نظام میگه خیز تا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. نازنینان مصر این پرگار بر تو عاشق شدند یوسف وار. خیز تا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. چه قیامتی شده اون شب که حضرت سیر کرده اون عوالم رو و تمام کائنات به شوق دیدار او سر از پنجره ها و سر از اشیاء که پشت بام ها در آوردن که این داره عبور میکنه
و ما اینو ببینیمش، چون همه عاشق انسانن. انسان اون نقطه اوج آفرینشه و اصلا خدا رو به نام انسان میشناسن در کائنات، چون خلیفه اونه. هر کی گفتن با خلیفه تماس بگیره، هر کی بخواد، چون راه ندارن به اون مقام. انسانه که میتونه اون لطائف رو به همه اینها، اسم فرشته ها رو، فرشته ها اسم خودشون هم بلد نبودن، حالا ما انبئهم به اسمائهم، اسمشون رو گفت که تو مقامت چیه، تو مقامت چیه. آدم استاد فرشته بوده، حالا شاگرد شیطان بشه خیلی آبروریزیه که استاد فرشته بوده، حالا ببینید که شیطان چی داره دستور میده این یادداشت بکنه. تدریس در مدرسه آدم با حق شد چه شدی محرم. برو تو مدرسه آدم، اونجا درس دانشگاه علم الاسما هست. در مدرسه آدم با حق چه شدی محرم، بر صدر ملک بنشین تدریس اسما کن. بنابراین اون شب چه خبر شده، اون سلطان محمد که اون نقاش معروف که اون معراج عجیب رو کشیده، اون هم همین احساس کرده، اگر نمیتونست اونو بکشه. و تمام وجودش قداست اون نقاشی رو آدم حس میکنه که این چقدر تمام این ابرها به وجد آمدن، تمام رنگها به وجد آمدن، آسمان، خورشید، ماه، ستاره، تمام اینها هر کدامشون گفتش که گرد نعل مه کنده سم مرکبش. وقتی با این مرکب داشت تاخت میکرد میرفت، نظام میگه که این ماه که میبینی هلال ماه سم مرکبشی که داشت رد میشد از اونجا، نورانی و درخشان. این تخصص حافظه که گاهی با یه بیت میتونه یه داستانی رو و یه مجموعه اندیشه رو خلاصه بکنه و نقطه اوج اون اندیشه رو ارائه بده، هایلایت بکنه به قول اروپایی ها اون واقعه رو. یا اون داستان معروف گنبد سرخ نظامی رو، اون جوانی که عاشق اون دختر حصاری شده بود که مظهر الهیته و بعد چه مکافات ها و چه مقدماتی فراهم شده و رفت درس ها خوند و طلسماتی باطل کرد و اینها، و بعد سرها به باد رفته بود در پای اون دختر. اینجا این داستان که شما بخونید، بعد وقتی شعر حافظ بخونید، غزل حافظ بخونید، من حق میدم به شما اگر که بیهوش بشین بیفتین. بعضیا بیهوش شدن. من شنیدم که بعضی از محققین وقتی که داشتن دیوان حافظ تفسیر میکردن به این بیت رسیدن، فریاد زدن، بیهوش شدن. چرا؟ برای این داستان رو قبلا خونده بودن، چون این داستان همه ما اگر نخونده باشیم تو دلمون هست. داستان این که اون بانوی حصاری کیه و هر شود به این که اون شکارچی که همه ما هستیم، اون جوانی که آمده بود که مثل تازه بهار اونجا شکار بکنه و بعد دید یک نوشنامه بر در شهر، گرد او 100,000 شیشه زهر، دید که یک نوشنامه نوشتن اونجا که ولی همچی دختری است و هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان 1000 میباید. و اگه مشتری هستیم بفرمایید تازه شهری و لشکری هر کس، زیرش نوشته بود که این عکس منه و تازه شهری و لشکری هر کس، فرق نمیکنه سیویل باشه، اداری باشه، ارتشی باشه، همه میتونن بیان، اشکال نداره. تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط، چهار شرط هم گذاشته بود، به چنین شرط راه برگیرد، یا شود میر قلعه یا میرد، یا در راه سرش ببازد. گفتش که آن زان یار دل نوازم، شکری با شکایت. فکر نکنید که شکایتی داشته حافظ. گر نکته‌دان عشقی، اگه نکته‌دان نیستی فکر میکنی که اگه شکره و چه شکایتی، اگه شکایتی و چه شکره. اون یه لطیفه‌ای در این هست، خودش میگه که گریه و خنده عشاق به جای دیگر است، شکر و شکایت هم از این مقوله نیست. زان یار دل نوازم، شکریست که جرأت میکنه شکایت بکنه، شکایت واقعی. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجران، حافظ جرأت میکرده شکایت بکنه، میگه آه نباید بکشی اصلا، آینه رویا آه از دلت آه. تو مگه اجازه میدی کسی آه بکشه؟ اونجا تا خون خور و خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. چون فریاد دادخواه اعتراض به کارگاه آفرینشه، در عمق وجودت نباید بشه اون اعتراض. در جامعه باید کارت انجام بدی، هرچی که مقرراتش هست، اون یه عالم دیگری، ولی در دل تو هیچ اعتراضی نباید اونجا پیدا بشه. خون خور و خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. بنابراین این شکایت نیست که حافظ داره میکنه، این شکایت در واقع نوعی معاشقه و عرض شود که صحبت کردن و مناجات کردن و گفتگو و راز و نیازه. که خواست کجا بودی؟ چرا نیستی؟ از پجروشی حالا چرا نیستی؟ چرا به ما نمیرسی؟
عاشق و معشوق که همه حرفی که میزنن نصف بیشترش برای اینکه حرف بزنن، بعد نیست که چیزی به خصوصی نمیخواد بگه، میخواد با این حرف بزنه. حالا هر چی شد. گاهی اوقات هست یه حرفی هست که هر چی باشه خوبه، هر چی باشه خوبه. شما میگید بچه‌تون گم شده، خدای نکرده بچه‌شون گم شده کسی، بعد در میزنه، بعد مثلا میگه که فرض کنید که رضا حسن اومدی، میخواد ببینید که اومده یا نه. این اگه بگه فضولی موقوف حرف خوبی زده، عرض میکنه اصلا جان شیرین میشه. اگه بگه که تا چشم در بیاد بازم خوبه. اگه بگه که بله، اگه بگه نه خیر نیومدم هنوز بازم خوبه. چرا؟ برای اینکه این اصلا حرف اونه دیگه. یعنی وقتی که چون معشوقت پیدا کردی فهمیدی که این اومده و این نگرانی که داشتی برطرف شد دیگه، هر چیزی که میخواد بگه فرق نمیکنه. میخواد که حرف صحبت بکنه بالاخره یه جوری و 2 مرتبه سوال میکنه، میخواد باز صداشو بشنوه تا بیاد در باز بکنه. من یار دلنوازم شکریست با شکایت. یه جا دیگه خود حافظ میگه که بلبلی خوشرنگ، بلبلی برگی گلی خوشرنگ در منقار داشت. مگه بلبل نمیخواد که به مثال گل برسه؟ گل دیگه بیشتر از اینکه اومد رو لبش در منقار. بلبلی برگی گلی خوشرنگ در منقار داشت و اندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. بازم داشت ناله میکرد و چیز میکرد و شعر میخوند و از هجران و اینا. گفتمش در عین وقت این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. گفتن شما ناله بکنین. گفتن خوبه، من خوشم میاد که تو غزل سرایی بکنی حرفا بزنی، من خوشم میاد، وگرنه ناله عاشقان خوش است بنال. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. گفته من دوست دارم تو مست باشی، خوشم نمیاد که چرت دست دیگه حساب بکنی، خوشم نمیاد حساب بکنی. یه کار خوبی اگه میکنی حساب نکن، عباداتت حساب نکن، تکی بر تقوا و دانش در طریقت کافری. چرت دست نگیر، اگه چرت بگیری منم حسابگرم، سریع الحسابم، زود حسابت میرسم. تو نگو که من چقدر حتی اینو من بدادم، خدایا یادت هست که من مردم یه فکر میکنن یه طلبی پیدا میکنم، میگه این دفعه من 30 روز روزه گرفتم 2 روزم استقبال کردم. اینا رو همه رو میذاره به حساب که بعداً اونجا در چیز که میره تو محاسباتش وارد بکنه. اینا رو اگه میگن خلق حساب کردی، اون وقت یه جایی چیز میکنن، محاسبه میکنن، میگن که بله این کار برامون کردی، برای ما نکردی. اینجا پشتت به قبله بوده، رو به قبله نبوده، رو به طرف ما نداشتی، رو به خلق خدا داشتی، پشتت از این ور بوده. بنابراین حساب نمیکنن باید. بنابراین اگر که انسان بخواد بی حساب به بهشت بره، باید اهل حساب نباشه. ما گفتش که مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. شاهد دلبند ما خوشش میاد مستی. زان رو سپردند به مستی زمان ما. به این جهتی که ما دائما این حال وجد و مستی رو داریم. مستی هم مستی مدام، مستی که بخواد بپره از سر آدم به درد نمیخوره. مستی مدام ای بی خبر لذت شرب مدام ما. اون بعدش میگه که حالا این بیت خوندیم، زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ. حالا اینجا ادبیات اقتضایی این نداره که اگه گفتن مپیچ یعنی مپیچ، مپیچ یعنی بپیچ. بله همجاز سیاد عشقن. اون نیاید گفتش که مولانا که آنچه ارزد عشق را صید است، صید را عشق است و بس، لیک کی او آیدند از صید کس. اون صید نمیشه تو مگر آیی و صید او شوی. چرا وقتی که انسان معکول چیزی شد از جنس اون میشه؟ اگر یه گرگ آدم بخوره میره در وجود گرگ، اگر شیر بخوره میره در وجود شیر، اگر عشق بخوره میره انسان در وجود عشق. بنابراین تبدیل به عشق میشه. وقتی عشق میاد آدم میخوره، گفتش که شیر آمد بنده رو خورد. گفتن که کسی افراد داشتن کارهای شگفت خودشون تعریف میکنن که گفت من یک نهنگی رو در جنگل با دستهای بدون اسلحه دهانش رو دریدم. اونی که گفت من 3 تا میدونم خرس رو خفه کردم با دست خودم. اینا بعد به یکی گفتن شما در جنگل، گفت من در جنگل نشستم شیر آمد بنده رو خورد. کار منه. حالا شوخی میکنه رو تلنگی گفتن آخه تو که زندگی، گفت چه زندگی؟ 6 در عائله، آب، برق، تلفن، اینا ما چه زندگی؟ ولی این حرف خوبیه که آدم بشینه که شیر بیادم بخوره. تا صید شیر نشی، این داستان من بازم گفتم برای بعضی از دوستان که به کسی گفتن آقا شیر چیه؟ گفتش که شیر نیست شما رو خورد. ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. سخن عشق چو بی درد بود سرد بود.
جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد. بنابراین اینها میبینید که اون داستان شهروز و بهروز افروز رو و داستان گنبد سرخ رو و صدها داستان دیگر رو که همه یک داستان هستن، اینجا در یه بیت میگه که ای در زلف چون کمندش ای دل مپیچ. خیلی گرفتاری ها داره، ولی ضمناً دعوت میکنه که زلف کمندم هست. البته در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حالا در مورد قرآن هم همین کار کرده حافظ. گاهی در یک مثلا فرض کنید در قرآن آیات بسیاری راجع به انسان آمده، راجع به آدم آمده، مسئله خلافت آدم، مسئله گناه آدم، تمام اینها رو شما مثلا آدم وقتی میخونه میگه مگه حافظ که همش می و مطرب و این چیزاست، ولی دقیقاً که بررسی میکنیم نه خیلی مطلب داره توش. یعنی جوهر مطالب قرآن رو و اون لطیفترین حقایق معرفتی رو که نیاز داره انسان بهش، اونها رو در این ابیات پراکنده درج کرده. اول اینکه از انبیای بسیاری نام برده و هر نبی رو یه نوع فصوص الحکم محی الدین، در واقع خلاصه فصوص الحکم محی الدین هم هست. در واقع دیوان حافظ خلاصه فصوص و اون نقد النصوص که خود چیز نوشته بود، نقد النصوص یعنی اصطلاح ملخص کتاب فصوص فی شرح الفصوص، اون دیوان حافظ اون خاصیت فصوص رو داره. یعنی انبیا رو یکی به شما معرفی میکنه، بعد اون چی که باید شما از اون نبی یاد بگیرین و اون لطیفه‌ای که در مورد اون نبی هست اون رو در دست شما قرار میده. حالا در مورد حضرت آدم که چقدر مقام داره آدم، که گفت بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنن. اولا گفت که در اون غزل در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت. یعنی چی ملک عشق نداشت؟ برای اینکه ملک ارتباطش با زیبایی ارتباط ستایشه. برای این به هم جهت هم گفتن نحنو نصب رو به همدک و نقدس لک، ما داریم تصویر میگیم تقدیس هم میکنیم. آدم بچه میخواه بیافرینیم. وقتی خدا من مشورت کرد که میخوام آدم خلیفه‌ای بیافرینم، گفتم ما نمیخواد بیافرینیم. در واقع اینو اعتراض هم کردن و بعدن گفتن فسادم میکنه و این اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء قال انی اعلم ما لا تعلمون. یک عتابی بهشون کردن که شما فضولی نکنید، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. اون چیز چیه؟ دو تا رابطه هست در مقابله حسن. یه وقت هست که آدم حسن رو میبینه، تشخیص هم میده که این حسنه، ولی مشتری نیست، منقد زیباییه. یه نفر دعوت میکنن میگن آقا این ستاره رو بگوینم کدومش زیباتره. پاریسه که آوردن خبر کردن، اومد تشخیص بده که این کدوم زیباتره. این کار عقله. عقل که از جنس فرشته است و جبرئیل هم از جنس فرشته است، کارش چیه؟ کارش اینه که تمیز میده بین حسن و قبح، بین زیبایی و زشتی. و این تمیز مستلزمه این نیست که خودش هم مشتری باشه. خودش هم تحسین میکنه به به چقدر زیباست، سبحان الله سبحان الله. این میگن عقل بهش. اما نفس ناطقه قدسی انسان علاوه بر این که ادراک زیبایی میکنه به وسیله عقل، چون عقل داره زیبایی میکنه، مشتری هم هست. میگه که زیباست ولی منم میخوام ضمن، من میخوام با این باشم، این مال من میخوام باشه و میخوام که ای خدای من، میخواد که انتصاب پیدا کنه و او رو ارشبت که در حضور و در وصال او باشه. این مقام انسانی. و همجاست جلوه‌ای کرد. اون وقت معشوق از اون خوشش نمیاد که ستایش بکنه. اینها معشوق آدمال عاشق میگرده، عاشق خوبه. و همجاست همه آدم از عاشق خوششون میاد. البته اون که نخوان بهش جواب مثبت بدن، بالاخره از عاشق آدم ها خوششون میاد. این در فطرت الهی بوده که دستمام شده، چون فطرت الله التي فطر الناس علیها. هر چی در فطرت خودتون میبینی در نهد اتم و اکمل اونجا بوده قبلا که اینجا پیدا شده. اگه شما از پاکی خوشتون بیاد، خداوندم از پاکی خوشش میاد، یحب المتطهرین. اگر شما از
غرور خوشتون نمیاد، خداوند بوده در اصل غرور خوشش نمیومده، وقت در شما اینو گذاشته که تو هم خوشت نیاد. روی غرور نوشته مغضوب علیهم. بنابراین در این مرتبه عقل فقط تحسین میکنه و تقدیس میکنه و زیبایی رو بیان میکنه و اینها، ولی عاشق و طالب نیست. جلوه‌ای کرد رخش، دید ملک، عشق نداشت، عین غیرت شد، عین آتش شد، از این غیرت رو بر آدم زد. آدم رو برای این آفرید که آینه تمام نمای اوصاف او باشه و ضمناً عاشق او باشه و بنابراین ما رو برای عشق آفریدن مثلا. یعنی اگر قرار بود که فقط یه تسبیحی بگن و ستایشی بکنن و هیچ عاشق، نشان عاشقی آدم باید داشته باشه. نشان مرد خدا چیه؟ به قول حافظ عاشقی است. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار، یعنی پیش خودمون باشه. یواشکی دارم بهت میگم که نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار. بنابراین اگر که ما رو برای عشق آفریدن، پس تکلیف ما در عالم معلوم میشه. اگر غیر از این کاری بکنی فرشته بشی فایده نداره، چون پس به تو برش آفرید، اونایی که آفریده بودن. حتی اونا راست در میاد، میگن که اینا هم که مثل ما، اگه قرار بود از اینا درست بکنی، اگه قرار بود دیو بشه که هیچ دیو که داشتیم اونجا، اگه قرار بود حیوانات هم بودن. این انسان برای چی آفریدی؟ انسان برای این آفریدن که تمامی من رو و تمامی اسماء و صفات من رو طالب باشه و غیر از من هیچ چیزی نخواد. چه همت را حافظ را، چقدر همتش بلند بوده حافظ که از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویه، هیچی جلوه نمیکنه. و برای اینجا مقام آدم رو داره بیان میکنه که آدم اون کسی است که هیچ کس نتونست اون مقام رو پیدا کنه که مقام عاشقیه. وقت به سبب این مقام عاشقی مقام معشوقی هم پیدا کرد و البته در واقع چون مقام معشوقی داشت. چرا مقام معشوقی داشت؟ برای اینکه انسان تجلی معشوقیت خداست، چون اوصافش رو میدید که عاشق خودش شده بود. خداوند چی دید که عاشق خودش شد؟ جمال خودش رو دید دیگه. و بر این وقتی که انسان رو آینه تمام نمای خودش کرد و چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم، جلوه‌ای کرد که بیند به جهان طلعت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. میخواست که جمال خودشو ببینه، پس تو جمال او هستی. اگر که این غبار رو بزنی کنار، که این آینه ولی آینه غبار گرفته، و انجد هیچ چیزی بهتر از یه دل پاک نیست. الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچی بهتر نیست که بیاری، چون میخوان که در آینه وجود تو بتونه عکس جمال الهی رو نشون بده. این کار اگه بتونی بکنی، این غایت خلقت تو هست. بنابراین هر چی تلاش باید بکنی، باید این غبار رو، دل که آینه شاهی است، غباری داره، از خدا میطلبن صحبت روشنرایی. برید در صحبت یک کسی که این غبار دل آدم رو پاک بکنه، این حجاب ها رو از روی قلب انسان برداره و ما دو مرتبه بشیم آدم که شدیم، فرشته ها سجده میکنن، ملک سجده میکنه، فلک سجده میکنه. اصلا فلک جرأت میکنه که با شما بدرفتاری بکنه، میگه که روزگار هستین که گه عزت دهد گه کار داره. روزگار غلط میکنه که بخواد حضوری در کار با بکنه. نظامی میگه تو با فلک از راه شگفتی درآی، تو اون آدمیت خودت نشون بده به فلک. فلک جرأت میکنه به پای تو میفته تا شگرفانه در افتاد به پای. با فلک از راه شگرفی درآی تا شگرفانه در افتاد به پای. آینه دار از پی آن شد سحر، تا تو رخ خویش ببینی مگر. این سحر و خورشید و ماه اینا رو فقط به خاطر تو من آفریدم. بنابراین انسان قدرش رو حافظ در نقطه اوج داره نشون میده که علم الآدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، و اون داستان رو بیان میکنه که بعدم میگه که من در حدیث هست که خمرت و طینت آدم به یدی، اینو با دستهای خودم تخمیر کردم و از اون شراب عشق که ای در در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، که در آنجا طینت آدم مخمر میکنم. مقام انسان رو در اون مرتبه‌ای که ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. چرا فرشته ها ستایش کردن؟ برای اینکه تو جمال حق نشون میدادی. اگه حالا جمال حق رو نشون بدی، اگه هر کی تو رو ببینه بگه که من خدا رو دیدم و جلوه خدا رو دیدم، بازم فرشته سجود میکنه. فرشته اون دفعه که سجود کرد به خاطر اینکه آدم تلألؤ محض بود و آینه بود و جمال حق رو میدید. شیطان به خاطر اینکه انسان رو تین دید، اون وجه شفافیت و وجه نورانیت آدم رو ندید. دیو آدم را نبیند غیر تین،
ما اگر خودمون رو خاک بدونیم دیو میشیم. اگر فکر کردیم که ما خاکیم، گفتش که شبیه علم الهی سلاله کونین، شبیه حکمت کلبی نبیره میمون. اگر که ما خاک شدیم و گفتیم آقا ما از همینیم و چیزی دیگه هم غیر از این نیست، خیلی خوب ما میشیم دیو، چون دیو هم همینجوری دیو. چرا؟ برای اینکه وقتی اونجا در بارگاه بهت گفتن که ما منعک ان تسجد لآدم، چی شد که سجده نکردی؟ گفتش که خلقته من طین و خلقتنی من نار. نار بالاخره گفت نار از خاک بیشک بهتر است. ما ز خاک و او ز خاک و ما ز نار و او ز خاک اکثر. پس قیاس اصل بر فرعش کنیم، او ز خاک و ما ز نار روشن. پس دیو خاصیتش اینه که چون دیو در ظلمات، در تاریکیه، نمیبینه اون نور رو، بنابراین آدم رو خاک میبینه. چون آدم رو خاک میبینه بنابراین سجده نمیکنه. اگر ما خاک باشیم سجده که نمیکنه، چی در ما تصرف هم میکنه. اما اگر ما آدم باشیم، این که مکرر اینو گفتم براتون که آدم بودن خیلی مهمه. میگن مثل آدم را برو، مثل آدم حرف بزن، آدم باش. و گفتن که خوشبخت‌ترین زن دنیا که گفتن حواست، گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. نه، تمام به خاطر این است که آدم خیلی مقام داشته. اونجا اگه ما آدم باشیم فرشته‌ها سجده میکنن. ملک در سجده آدم زمین بوسه تو نیت کرد که در حسن تو چیزی دید بیش از حد، بیش از طور انسانی. دید که این آدمی زاد نیست، این همون اونه و این تجلی جمال دوست هست. بنابراین حضرت آدم رو معرفی میکنه به شما. بعد البته لطایف دیگری هم در داستان حضرت آدم هست که پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. تو اگر مثل پدرت باشی اینقدر حوصله ندارم برای بهشت، تو دنبال اون کسی باش که 100,000 بهشت آفریده. تو گفتش که قطره خورد از جنات نعیم، قطره خورد از رضوان نعیم، چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک قطره چرا باید شتافت؟ بنابراین پدر ما، مولانا میگه ما مقامرزاده ایم، یعنی قمارباز زاده. مقامر یعنی کسی میتونه قمار بکنه. ای یار مقامر دل پیشای و دمی کم زن، زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن. گر تخت نهی ما را بر سینه دریانه، گر دار زنی ما را بر چرخ معظم زن. ما رو اون بالاها دار بزنی که همه ببینن. این قمارباز بزرگ که یه وقتی در لاس وگاس رفته بودیم، اونجا گفتیم اینجا چی بود؟ اینجا قمارخونه است. گفتیم چیکار میکنن؟ گفتن که یه چیزی از پولشون از جیبشون در میارن میذارن اونجا یا بیشتر میبرن. گفتم این قمار شد، این بچه بازیه. قمار اگه میخواین بکنین یه قمار حسابی بکنین که پدرتون کرد و قمار که بهشت رو باخت. چرا ما از بهشت اومدیم بیرون؟ به خاطر اینکه بهشت جلوه جمال او بود و ما دنبال او بودیم. به طلبکاری آن مهرگیا آمدیم، ما بدین در نفی حشمت جا آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. سبزه خط تو دیدیم، اونجا یک گوشه ابروی به ما نشون داد، گفتیم که ما تو رو میخوایم. اینا گفتش که خیلی ولی راهش از اون بره، یعنی باید از این طرف بهش دور بزنی بری تو دنیا، بعد از اون ور تو میخوری به جهنم و دوزخ و برزخ و اینا، راهش دوره. خلاصه اگه میخوای از اون ور بیا. گفتیم باشه. ما اومدیم اینجا که دنبال اون مهرگیاه داریم میگردیم، دنبال اونی که اگه آدم بخوره محبوب میشه. مهرگیاه عشقه، هر کس از اون مهرگیاه بخوره محبوب میشه. رهرو گفتش که سبزه خط تو دیدیم و ز گلزار بهشت به طلبکاری آن مهرگیاه آمدیم. ما اومدیم اینجا طلبکاری بکنیم که بگیم اون مهرگیاه رو به ما بدیم. بنابراین این قمار بزرگه که از تو مقامر زاده ای. مولانا میگه در صفحه چون افتاده، حالا شیشا به یشی سندار میکنی. تو اگه قمار زد مقامر زاده ای مثل بابات باش، بس حساب یشی سندار نکن اینجا دائما ای چرک دستت بگیری. گفتش که به طلبکاری این مهرگیاه آمده. دیگر این که پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اینم حافظ میگه که همتون باید بگید. من که میگه خودش نیست، شما هم زبان بشید با حافظ که بگید منم حاضرم که بگم آقا ما اون صابخونه رو میخوایم. خلاصه صابخونه که اومد این رندی حافظ بعضی میگن رندی چیه، خیلی هم بحث کردن و بعد اول تمام لغت‌های رندی رو از دیوان حافظ در میارن، بعد میذارن بغل هم، بعد گیج میشن، یه جا گفته اینطوره، یه جا گفته اونطوره. اینا رندی یعنی زیرکی، لغتش که معلومه.
منتها زیرکی درجات داره، درجات پایینش رو میگن مرد رنده. یارو یه مرد رنده رندی نیست. رندی اونی که واقعا آدم رند باشه، یعنی سرش به هیچ وجه کلا نره، سرش به هیچ وجه کلا نره. شما اگر که این عمر گرانبها رو و این نقد عمر رو که اینقدر قیمتی هست بدین، هر چی بگیرین غیر از عشق باختین. هر چی بگی فانیه. برای اینکه عرضه کردم 2 جهان بر دل کار افتاده، اینا رو ما عرضه کردم، گفتش که بابا اینا هیچ به درد نمیخوره. بر دل کار افتاده به جز از عشق تو باقی همه فانی دانه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. غیر از اون بقیه همه فانی میشه. برای این کالای فانی نخر. اگه رندی پولتو بده، عمرت رو بده، یه چیزی بخر که بمونه. گفتن از خداوند چی طلب بکنیم؟ از افلاطون پرسیدن، گفت چیزی طلب بکنه که نفعش منقطع نشه. یه چیزی طلب نکنی که جا دیگه تموم میشه اصلا، حالا چه بدن چه ندن. باز اشاره میکنه حافظ که در عیش نقد کوش، که چون آب خور نماند آدم بهشت روزه دارالسلام را. لهم دارالسلام عند ربهم. میگه شما وقت و غنیمت دان آنقدر که بتوانی. چون کسی نمیدونه که ما قرابت ما با مرگ اینقدر زیاده که اصلا نقطه اوجش باز حافظه. خیلی راجع به مرگ صحبت کردن که مثلا خود خیام چقدر اشاره کرده که این دم که فرو برارم یا نه. یا فرض کنید که نظامی گفتش که ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست، ز ما تا مرگ مویی نیز هم نیست. از گرگان تا کرمان خیلی راست، ولی از این گرگانی که ما با گرگان وحشی در جوالیم، که با گرگان وحشی در جوالی بعد ما داریم زیر کرمان خاک، میگه از اون که گرگان تا این کرمان یه قدم بیشتر نیست. یا میگه که دریغا کندرین لعب خطرناک برابر میشود رخ با رخ خاک. میگه که شطرنج باز روزگار آخرتر مات میکنه همتون رو. و گفتش که در این عرصه که شطرنج زیان است ان الانسان لفی خسر. در این عرصه که شطرنج زیان است کمین بازیش بین الرخان است. کمترین بازی که ممکنه باتون بکنه این که بین با 2 تا رخ مات میکنه آخر بازی. یعنی آدم سنش بالا میره و پیر میشه و بالاخره میمیره. کمترین، وگرنه ممکنه زودتر تکلیف آدم بده. ولی اگر خیلی بخواد بازی ملایم بکنه بین الرخانه. دریغا کندرین لعب خطرناک برابر میشه 2 تا رخش چیه؟ رخ با رخ خاک. اما حافظ میگه که بر لب بحر فنا منتظری میثاقی فرصتی دان. چون لب بحر ضمن این لب هم هست دیگه، و از لب به دهان چقدر فاصله است. فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همین. آنها غنیمت بشمرید. در عیش نقد کوش، که چون آب خور نماند آدم بهشت روزه دارالسلام را. و همینطور حالا انشاءالله به تدریج ما بقیه انبیا رو، حضرت نوح رو من اشاره بکنم و امشب سخن رو به پایان ببریم. که حضرت نوح این کشتی مقصود چی بوده؟ کشتی یار مردان خدا باشه. اون کشتی مردان خداست. پیغمبر فرمود حدیثی است که مثل اهل بیتی که سفینه نوح. مثل اهل بیت من، اهل بیتم فقط فکر نکنید چیزی که از سلاله او باشه. فرمود سلمانون منا اهل البیت. سلمان می‌خواستن مسخره بکنن. عرب گفتن آقا تو نسبتو بگو. عرب خیلی به نسب اعتقاد داشتن. نسب گفت من مثلا کی ابن. بعد می‌خواستن که سلمانم بگه. سلمان ناچار بود که اسم فارسی و هرچی که فامیلای زردشتی ایناشو بگه. می‌خواستن که خود تخفیفش بکنن سلمان. وقتی نوبت سلمان رسید گفتن نسب چیه؟ حضرت گفتن که فرمودن سلمانون منا اهل البیت، از اهل بیت ماست. کما که به نوح گفتن ان ابنک لیس من اهلک، پسر تو اهل تو نیست. اهل بیت یعنی کسی که در اون خانه وارد شده، در خانه اون قداست و در خانه اون نور آسمانی که توسط اون نبی در عالم عرضه شده، در اون خانه باید وارد بشه. در اون خانه نورانی، در خانه قرآن باید وارد شده باشه. اون میشه اهل بیت. اون وقت مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من هر کس که وارد شد نجا و من تخلفه غرق. هر کس که ورده نجا، هر کس وارد شد نجات پیدا کرد و هر کس که تخلف کرد غرق شد. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. یه خاک است، اون خاک آدمه. خاک آدمه. سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست. اون خاک آدمه که گرامی ترین خاکه و با طینت
و با دست خداوند تخمیر شده و اون خاکی که هیچ حساب نمیکنه، تمام حوادث عالم رو به هیچ حساب نمیکنه. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه این سیل حوادث ببرد بنیادت. اگر سوار این کشتی نوح نشی و وارد این کشتی عشق نشی، اینک آن نوحی که لوح معرفت کشتی اوست، هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند. اشارات زیادی به این داره. حالا این مقدار رندی حافظ رو عرض کردم که چون باهوش بوده، همین اشاره کردیم که هیچ فریبی نخورده و اون بالاترین گوهر رو که عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. اون غواص بحر معانی بوده و اون گوهر یک دانه، تو خود گوهر یک دانه کجای آخر، اون گوهر یک دانه رو حافظ دنبال اون بوده و اون رو به دست آورده. بنابراین اگر دستی باید زد برای حافظ باید زد، دو کف به شادی او زن که کف ز بحر وی است، که نیست شادی او را غمی و تیماری. تسلیم. نکته اینم راجع به سوال میخواستم عرض کنم که اولا اشکالی نداره که دوستان سوالاتی داشته باشن و ما به هر حال بحثی درباره اون سوالات بکنیم، ولی توصیه من این است که خیلی آدم نباید در ذهنش سوالاتی طرح بکنه. اگر خودتون رو به حافظ بسپرید، به مولانا بسپرید، سوالاتون جواب میده به تدریج. لزوم ندارم تمام سوالات اول جواب بده. دیگه من این سوال جواب بدم، گفتن یه کسی تیر خورده بود، اومدن تیر ازش در بیارن، بعد گفت نه من اول بدونم این تیر از کجا اومده، جنسش چیه. حالا اسم در گفت نه این من تا تحقیق نکنم اینا. لزوم ندارم تمام سوالات بدونه تا بعد وارد راه بشه. ما اول باید این تیری که به جگرمون خوردیم در بیاریم و این به درد خودمون برسیم. بسیاری از سوالاتی که دوستان دارن، مثلا فرض کنید جبر های حافظ جبری بوده اختیار، اینا رو تو ضمنی که بحث می‌کنیم می‌فهمم که نه جبری بوده و نه اختیار، برای اینکه نه جبر من است و اختیار من. در عشق بر عشق نهاده‌ای نهاد ما، نه جبر من است و اختیار من، یه چیز دیگه است، از یه مقوله دیگری است. یا مثلا فرض کنید که آیا حافظ فرض کنید که اونجا که گفته که گران شاهد پسر خونم بریزد دلا چون شیر مادر کن، این که دیگه معلومه که شاهد پسر. نه آقا معلوم نیست، شما با ادبیات جهان آشنایی نداری که این حرفا رو میزنید. شاهد پسر یه شعری داره فرانسیس تامپسون انگلیسی، یکی از عرفای واقعا استثنائیه، در یه جوانی است که از همین هوملس های لندن، یه آدم که زیر رو نیمکت میخوابیده و زمستونا زیر نیمکت میخوابیده در منتهای فقر، این یکی از بزرگترین شاعرای عرفانی انگلیسه و یه شعری داره به نام سگان شکاری خداوند که دنبال آدم میکنن و با آدم نباید فرار بکنه. میگه من سالها فرار کردم از دست او، سالها میدویدم به قعر دره ها، به فراز کجا، در میان خنده ها، در میان گریه ها، هزار جا فرار کردم که این ولی آن پایه های پوینده و میدم که داره یه نفر داره من تعقیب میکنه و بالاخره گفتش که تا تو رو نگیرن که ولت نمیکنن، که تو تسلیم شو، باید بگیره ما رو. اون شاعر یه شعری داره به نام در معنی بچه بودن، on the meaning of being a child. child یعنی چی؟ طفل یعنی چی؟ اونجا توضیح داده. من دفعه بعد این شعر رو براتون میخونم، ولی این سخنانی که این بزرگان بر زبان آوردن، اینها اینطوری نیست که مغازه بازار و چارسو که نیست که هرچی گفتم مثلا شیر شیره، پرتقال پرتقال، نخود لوبیا نخود لوبیا. نه بچه بچه است، نه طفل طفله، هزار معنی دیگه داره. یکیش این است که شعر ویلیام بلیک رو تضمین کرده فرانسیس تامپسون اینجا که میگه بچه بودن اولا چیزیست که ما در این روزگار گم کردیم، دیگه نمیتونیم بچه بشیم، بچه بودن رو از دست دادیم و باید تلاش بکنیم که اینو دو مرتبه این گوهر گم شده ماست، یوسف گم شده رو به دست بیاریم. بعد میگه که بچه بودن یعنی to see the whole world in a grain of sand. بچه بودن یعنی تمام عالم رو در یه دانه شن دیدن. and the whole heaven in a wild flower. و تمام بهشت رو در یک گل وحشی دیدن، این میشه بچه بودن. holding infinity in the palm of your hand. یعنی بی نهایت رو بر کف دست
نگه داشتن and eternity in an hour و ابدیت رو در یک ساعت به دست آوردن. این یعنی بچه بودن. مولانا راجع به این بچه بودن در پی مافی صحبت کرده. این که میگه دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. ما رو کشتن بگم قرآن یا سر یارو بریده. این کشتن هزار معنی داره. میگن آقا ما رو کشتی، امروز فردا من کشته. کشتن که فقط یه معنی که نداره. یا مثلا میگه من مردتم. مردتم یعنی زنده‌ام. در واقع گاهی اوقات معنی متضاد داره یک کلمه. یعنی ما مرده اوییم و بدو زنده ایم. نظام میگه ما که نظر بر سخن افکنده ایم مرده اوییم و بدو زنده ایم. حالا این سوالات رو ان شاءالله به تدریج که مثلا اونجا که گفته شراب تلخ میخوان که مرد افکن بود زورش، یا اونجا که گفته که می نمیدونم چنین، اینا همش قابل بیانه، این مشکلی نداره دیوان حافظ. مقصود ما این نیست که هر کجا که گفته شراب مقصودم اون شراب معنوی، نه، گاهی به همین شراب اشاره داره. انواع شراب، شراب غرور هست، شراب حسد هست، شراب نمیدونم معرفت هست، صد رقم خم هاست در آن باده که گفتش که هست میهای سعادت عقل را که بیابد منزلی بی نقل را، هست میهای شقاوت نفس را که زره بیرون برد آن نفس را. بنابراین انواع میها هست، فقط یه نوع که شراب مرگ مثلا که خود خیام اشاره میکنه بهش، دان پیش که پر کنن پیمانه ما، یعنی پیمانه هستی ما رو، پیمانه یه جا معنی زندگی میده، هزار معنی داره. اینطور نیست که شاعر وقتی حرف میزنه فقط همون تو لغتنامه مثلا نگاه بکنن بگن که بله بلبل یه پرنده است مثلا مثلا که بالهای زرد داره یا شبا میخونه. این نیست، بلبل هزار معنی دیگه داره. بلبلی برگی گلی خوش رنگ منقار داشت، اون نیست معنیش. انشالله این سوالات جواب داده میشه. ولی در این حال اگر یه سوال به خصوصی ایمرجنسی یا اورژانس باشه، کسی خیلی چیز داشته، مشکلی داشته باشه، من در خدمتتون هستم.